سرخط مهمترین خبرها: صدمه مهاجران تاجیک در قزاقستان، احوال 2 نفر وزنین است. بانک اسلامی رشد سرمایه‌گذاری به نیروگاه راغون را آغاز کرده است و در مسکو برای مهاجران ترتیبی نو جاری می‌کنند. درود بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 21 می سال 2025 است. احوال 2 مهاجر تاجیک که روز 20 می در قزاقستان به صدمه دچار شدند وزنین بوده است. در این حادثه مدهش 6 نفر به هلاکت رسیده، 5 تن دیگر زخمی شدند. همه آنها شهروندان تاجیکستان و ساکنان ناحیه قبادیان هستند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی از جمعیت تاجیکان قزاقستان، احوال 2 نفر از زخمیان وزنین بوده است. با گفته این همصحبتان ما، این 2 نفر را به بیمارخانه مرکزی ولایت قوستانه انتقال دادند. راننده و 2 مسافر دیگر را در بیمارستان مرکزی ناحیه قره‌بلک بستری کردند. ماشین فورد ترانزیت از تاجیکستان که به روسیه میرفت، صبح 20 می به یک ماشین بارکش دف برخورد. در این حادثه 5 کس هلاک شده که 1 نفرشان زن بود. ففتیده ها از 24 تا 67 سال داشتند. به گزارش رسانه‌های محلی قزاقستان، راننده ماشین در بازپرسی‌های اول اعتراف کرده است که صدمه با عیب او رخ داد. راننده گفته است که او را در سر چنبرک خواب برد. در همین حال یک منبع در حکومت ناحیه قبادیان به رادیوی آزادی گفت جسد قربانیان در نظر است که امروز 21 می به وطن انتقال داده شود. به گفته این همصحبت ما، قریب همه ففتیده ها خشتبار بودند و در دهه زیرکی جماعت چهارباغ زندگی می‌کردند. نمایندگان جمعیت تاجیکان قزاقستان به رادیوی آزادی گفتند برای انتقال جسدها به تاجیکستان یاری می‌رسانند. با سبب گران بودن بلیط هواپیما، برخی مهاجران تاجیک تلاش می‌کنند از طریق راه‌های زمینی به روسیه بروند. در گذشته هم شهروندان تاجیکستان در راه به روسیه به صدمه دچار شده جانشان را از دست داده بودند. مقامات تاجیکستان میگویند که روند سرمایه‌گذاری بانک اسلامی رشد به نیروگاه راغون آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت رشد اقتصاد میگوید این موضوع در دیدار وزیر زبقی زاده با نمایندگان بانک اسلامی رشد در جمهوری الجزایر بررسی شده است. بانک اسلامی رشد 1 سال پیش از سرمایه‌گذاری به نیروگاه راغون خبر داده بود. قرار است این نهاد مالی بین‌المللی برای راغون 550 میلیون دلار جدا کند. 150 میلیون از حساب خود بانک و باقی مانده 400 میلیون دلار دیگر از حساب فاندهای رشد عربی. اما معلوم نیست که این مبلغ با کدام شرط و شرایط به تاجیکستان داده می شود. حکومت تاجیکستان تلاش دارد برای تا آخر ساختن نیروگاه راغون از خارج سرمایه دریافت کند. تا این وقت بانک جهانی هم از سرمایه‌گذاری به ساختمان راغون خبر داده بود. دومای دولتی روسیه با قبول قانون نو مهاجران را موظف کرد که در شهر و ولایت مسکو مکان جایگیرشوی خود را هر روز به پلیس خبر دهند. قانون روز 20 می قبول شد. بر اساس این سند از 1 سپتامبر این سال در شهر مسکو و ولایت همنامی آن تجربه نو درباره مکان جایگیرشوی مهاجران جاری می شود. این ترتیب مهاجران را موظف می کند که طریق برنامه مخصوص تلفنی در کجا بودن خود را به ساختارهای وزارت کارهای داخلی روسیه خبر بدهند. اگر مقامات روسیه در مدت 3 روز یا بیشتر از آن درباره در کجا بودن مهاجر معلومات نگیرند، پس این شهروندی خارجی برای خط شخصان زیر نظارت وارد کرده می شود. وارد شدن نام شخص به این روی خط بود و باشی او را در روسیه منع می کند. بجز مهاجران ترتیب نو برای همه شهروندان خارجی عملی کرده می شود که به مدت زیاد از 90 روز وارد مسکو و ولایت همنامی آن می شوند. دیپلمات ها، خانواده های آنها و شهروندان بلاروس از اجرای این مقررات آزادند. این ترتیب در نوبت اول به مدت 4 سال و تنها در ولایت مسکو و شهر مسکو عملی می شود. در نظر است که سر از سال 2029 این مقررات در تمام روسیه جاری شود. بعد سال 2024 روسیه برای مهاجران قانون‌های سختگیرانه جاری کرد. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکن گفت که به مفتشان این نهاد سفارش داد که همراه با کارمندان وزارت کارهای داخلی و روسگواردیا در ریدهای محلی تجمع مهاجران اشتراک کرده آنهایی را که شهروندی روسیه را گرفته خود را به قید حربی ندرآوردند مشخص کنند. باستریکن که با اظهارات ضد مهاجرانش معروف است، 20 می در همایش حقوقشناسان پتربورگ گفت 80,000 چنین شهروندان روسیه الکی دستگیر شده، 20,000شان را به جنگ فرستادند. این چنین رهبر کمیته تفتیشات گفت بر روسیه تحت نام مهاجران جنایتکاران آینده سفر میکنند و آنها را بازداشت کرده به وطنشان برگرداندن لازم است تا که جنایت را آنجا صادر کنند، نه در روسیه. مقامات قدرتی روسیه هر چند وقت آنها را بازداشت میکنند که شهروندی روسیه را گرفته اما خود را
در قید اداره حربی نگذاشتند، در بعضی حالت شهروندی این نفران بیکار می شود. فصل تابستان و موسم استراحت یک هفته بعد آغاز می شود. همکار ما امیر اسرف از ساکنان در دوشنبه پرسید که برای استراحت به کجا رفته می توانند. همراه ببینیم که ساکنان چی پاسخ دادند. اوهیدین حاضر اوهیدین این پنجکنده پامیر بعد دهاتی دیروشان چون که هوا تازه است، محیط زیباست. ما زیادتر وقت خوش هستم که باید به طرف خوجند برم، به طرف سفید دره برم، زیاد جایا هست. خوجابی گرم، رومید، جایی که تاجیکستان در خیلی جای خوب است. فقط تاجیکستان میخوام گردم استراحت کنم. کجا رفتی؟ اش اونجا یگان آسایشگاه است؟ لویا تایی لوی میکنی؟ تگه لویا؟ در آسایشگاه رفتم یا دوبار آسایشگاه خوجابی گرم دوبار رفتگی هستم. خوب است؟ خوب است. خیلی استراحت کردیم. خوب است. Мы как раз и приехали в отпуск в Таджикистан. ما همین حالو به تاجیکستان برای استراحت آمدیم. میخواهیم زیبایی‌های تاجیکستان رو ببینیم. سفر رو از شهر دوشنبه سر کردیم. نیت داریم به خوجند سپس به طرف کولاب رویم. Худжанд в сторону от Коляб хотели посмотреть. امکانیت نیست، وقت نیست. همه خیلی وقت نیست. خانه، اویده، کار نمیشه. باز به کجا آرزو دارید رفتن؟ با دیگر سیاره کشورها. من آرزو دارم که به گروزیا روم، دولت گرجستان. در آنجا که من همین رستوران گروزینسکی طعام‌های ملی گرجی کار میکنم در مسکو. همیشه آرزو دارم که یک بار تبلیسی، باتومی، همون شهرها رو ببینم. امکانیت با استراحت رفتن مردم دارن یا نه؟ حاضر کمی دارن، مشکل نیست. امکانات هست فعلا، کاروبار خوب است، میتونه مردم سفر کنه، میتونه مردم چکر بزنه، میتونه. مشکل نیست. اون 2000 سومانی خطی به فکرم یگان نفر بیرون از کشور رفته استراحت کردن چون این شرایط نداره. اساساً پنجم میگیرم چی میرم کجا میرم؟ این 2 هفته اینه تورا است. از همین تاجیکستان باید 2 هفته میتونین دبی رفته دمگه یا دیگر جا. دبی دا کمی مبلغ دبی روید. با مبلغ نیست دبی روید. مبلغ های مزو باشه چی بنی نکمیرم؟ وطن خود منسوزه برای استراحت. Чем Дубай, Египет, я думаю... به نظر من دیدن جایهای طبیعی آسیای مرکزی بهتر از دبی و مصر است. از تاجیکستان خیلی خوشمان اومد. زیرا درخت‌ها زیادند. حالا در دیگر کشورها همه چیز صنعی می شود. مثل دبی هیچ چیزی طبیعی نیست. Дубай там же все искусственно, ничего нет такого. کلمه استراحت به معنای یک جوده ایستاده یا که یگان شعر نگاه کرده یا که یگان طبابت کردن، این برای من نیست. بینندگان عزیز، شما تابستان را در کجا می‌گذرانید؟ می‌توانید در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 می را فرا می‌گیرد. یکم می سال 2014 در نزد ریاست کارهای داخلی خاروخ تیراندازی به عمل آمد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات رسمی گفتند این درگیری هنگام تلاشی بازداشت یک گروه گمانبر شده در قاچاق مواد مخدر رخ داد، ولی به دنبال این تیرپرانی ازدحام از ساکنان خاروخ با طلب رهایی بازداشت شده ها و مجازات خادمان آمان به نزد بینای اداره امور داخلی بدخشان ریختند و بینای پلیس و امنیت و دادستانی به کام آتش رفت.
21 می سال 2014 پارلمانی تاجیکستان بندی الهیده را به کودکس جنایی کشور وارد کرد که بر اساس آن جوانانی که برای جنگ‌ها در خارج کشور جلب و شرکت می‌کنند مجازات خواهند شد. چون این مجازات در حال قبول شد که به اعتراف مقامات تاجیک 2000 شهروند تاجیکستان زیر پرچم گروه ممنوع دولت اسلامی در سوریه و عراق اشتراک کردند. 21 می سال 1945 آوازخوان معروف نیگینا رئوفова تولد شده است. او 65 سال عمر دید و به حیث یک خواننده آهنگ‌های مردمی نام برآورد. نیگینا رئوفова که زاده یک روستای دوردست فیض‌آباد بود، برای بسیار دخترهای هنر و موسیقی دوست نمونه عبرت برای تحصیل کار گردید. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانی کم پایان رفت. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 126 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1020 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 21 می چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش از برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.